شناخت خیلی از ما از ویتوریا چرتی به عنوان دوست دختر دیکاپریو شروع شد و بعد از اون فهمیدیم که کار مدلینگی هم پشت پرده این اسم وجود داره. اما واقعا ویتوریا چرتی به عنوان یه مدل موفق کیه و چجوری حرفه مدلینگش رو شروع کرده؟ ازدواج قبلیش با دیجی معروف آنیما چرا دوام نداشت؟ چرا رابطه‌اش با دیکاپریو دچار مشکلات و تنش‌های زیادیه؟ از جمله رابطه کیت وینسلت و دیکاپریو که ویتوریا در این بین مجبور به دادن اولتیماتوم به دیکاپریو شده و حسابی سر و صدا کرده. یا واقعا چیزی بین کیت و دیکاپریو هست که باعث ایجاد این حس حسادت در ویتوریا شده؟ آیا ویتوریا مخفیانه دنبال اینه که ازدواج کنه و اگه ببینه تلاشی از دیکاپریو نیست این رابطه رو ترک میکنه؟ ویتوریا چجوری توی روز عروسی جف بزوس یه اولتیماتوم و درس حسابی به عشق قدیمی دیکاپریو که خیلی اعتقاد دارن هنوز فراموشش نکرده داد؟ آیا ویتوریا توی سیاه‌چاله تاریک رقابت بین همه دوست دخترها و کیسای دیکاپریو افتاده؟ آیا اعتماد به نفسش رو از دست داده؟ همه این کاراش واسه چیه؟ و از همه مهمتر فشن فکت این هفتمون چیه؟ تا آخر این ویدیو با من باشین، چون امروز هم قراره از زندگی ویتوریا چرتی به خصوص رابطش با دیکاپریو حسابی سر در بیاریم و هم یه فشن فکت جذاب داشته باشیم. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laz Stories. اگر به محتواهای این چنینی علاقه دارین میتونین چنل رو سابسکرایب کنین و همچنین اگه به زندگی مدل ها علاقه مندین میتونین به چنل دوم من سر بزنید و اونجا هم عضو بشین. برای آپدیت ها و اطلاع رسانی های ویژه میتونین در چنل تلگرام من عضو بشین. ویتوریا چرتی مدل ایتالیایی متولد 7 ژوئن 1998 در ایتالیا است، در شهر کوچیکی به اسم برشیا که در منطقه لامباردیای ایتالیا. این شهر یه جمعیت 200,000 نفره داره که فقط 90 دقیقه با میلان فاصله داره و بیشتر یه شهر صنعتیه تا یه شهر توریستی. کودکی ویتوریا یک کودکی معمولی و بدون حاشیه و بسیار ساده بود. بیشتر وقتش رو با خانواده‌اش میگذروند و از مصاحبه‌هاش میتونی بفهمی که زندگی ساده‌ای داشته. ویتوریا از بچگی هم شخصیت آرومی داشت و خیلی به روانشناسی و بازیگری علاقه داشت، جوری که اگه مدل نمیشد قطعا توی یکی از این دو تا حرفه پیداش میکردی. سفر عشق واقعی ویتوریا از همون بچگی بود. فکر این که سفر کنه و جاهای جدید رو کشف کنه موهای تنش رو سیخ میکرد و مدلینگ یه فرصت استثنایی واسه این کارم بود. همزمان هم دنیا رو ببینی و هم چیزای جدیدتر کشف کنی. وقتی که هم سن‌تر بود سعی کرد بین روانشناسی و مدلینگ تعادل ایجاد کنه. طبق گفته خودش مدلینگ اوایل فقط یه شوخی بود ولی کم کم بهش کمک کرد یه هویت مستقل بسازه. پدرش گیسپ چرتی صاحب یه شرکت کفپوش بود و یه کار صنعتی داشت و اینجوری خانواده رو تامین می‌کرد. مادرش فرانچسکا یه خونه‌دار تمام وقت بود. ویتوریا میگه خونه‌دار بودن مادرش باعث میشد همیشه خونه باشه و کلی از بچه‌ها مراقبت کنه و با هم وقت بگذرونن و اینجوری روی بچه‌هاش تمرکز زیادی داشت. مادرش از همون روز زایمان توی بیمارستان احساس کرد ویتوریا دختر خاص و زیباییه. دکتر همون لحظه که داشت بچه رو به مادرش تحویل میداد گفت به به چه بچه زیبایی. و این اعتماد به نفس از همون لحظه اول در اون شکل گرفته بود. شاید باورتون نشه ولی همین شروع و همین حرفا هر همون لحظه واقعاً به تدریج وارد سلف کانسپت یا خودپنداره میشه. کودک یاد میگیره که خودشو اونجوری ببینه. جهان هم معمولاً با همون تصویری که توی ذهن اونه رفتار میکنه. بهش میگن اثر آینه‌ای. یه جمله خیلی قشنگ است که میگه جوری که دیگران ما رو میبینن جوری میشه که خودمون رو میبینیم.
ویتوریا یه برادر کوچیک‌تر داره که در مصاحبه‌ها کمتر بهش اشاره میشه، اما ویتوریا میگه بچگیشون با هم عالی بوده و خیلی خوش میگذروندن. طبق سرگذشت کودکیش ویتوریا فاصله دوری از نپو بیبی‌ها داره و همیشه توی مصاحبه‌ها نپو بیبی‌ها رو کلی نقد میکنه. خانواده ساده و نرمال ویتوریا همیشه کمک کرد ویتوریا بعد شهرت ساده و زمینی باقی بمونه. وقتی ویتوریا هنوز بچه بود و 14 سالش بود، سال 2012 با چیزی شبیه شوخی وارد کار مدلینگ شد. مادرش عکساشو واسه مسابقه الیت مدل لاک ایتالیا میفرسته و ویتوریا به همین سادگی فینالیست میشه و اولین رانوی اون برای کریستیناتی در میلان دعوت میشه و 2 سال بعد 2014 با آژانس الیت مدل منیجمنت قرارداد میبنده. زیبایی خاص و ترکیب خاص صورتش باعث میشه برندها در صنعت سریع جذبش بشن. سال 2015 به نیویورک نقل مکان میکنه تا بیشتر دیده شه و توی مدلینگ حرفه‌ای تر شه. برای کمپین دالچه گابانا، آرمانی، الکساندر مک‌کوین کلی کار میکنه و اون سال براش یه انفجار موفقیت بود. سال 2016 ویتوریا کاور مجله ووگ میشه، اونم ووگ ایتالیا، با عکاس حرفه‌ای استیون مایسل. توی بقیه کاورها واسهتون گفتم که اگه استیون مایسل ازتون عکس بگیره جهانی میشین. در سال 2017 روی جلد بقیه ووگ‌های آمریکا، ژاپن و فرانسه هم ظاهر میشه. سال 2025 اعلام شد که یکی از پردرآمدترین مدل‌های جهان شده، اونم توی مدل‌های همسنش. یکی از الگوریتم‌های موفقیت هم اینه که به جای رقابت سعی میکنه با مدل‌های دیگه دوست باشه. توی اون سالها قبل از شهرت رابطه عاطفی شناخته شده‌ای نداره. میشه گفت حاشیه عجیبی. از 14 سالگی تمرکزش روی مدلینگ بود و اولویتش روی پیشرفت زندگی خودش بود. اینکه سال 2016 ویتوریا با نیتن وسلینگ وارد رابطه میشه که قبلا ناتالیا وسلینگ بود و یه ترنسه و تغییر جنسیت داده. اونم مدل بود. از طریق صنعت مدلینگ با هم آشنا شدن و جزئیات دقیقی از شروعش نیست، اما گزارش‌ها میگن این رابطه کوتاه و دوستانه بوده. اواخر همون سالا هم این ارتباط تموم شد. احتمالاً دلیل اتمام این رابطه به دلیل برنامه‌های شلوغ طرفین بود. جدایی آروم، بی‌حاشیه و بی‌دعوا بود. ماتیو یه دیجی ایتالیایی معروف به اسم آنیما هستش که اخیراً خیلی معروف شده. از طریق دوستان مشترک ویتوریا و آنیما با هم آشنا شدن و از سال 2019 رابطه‌شون شروع شد. این رابطه چون زمینه فرهنگی مشترکی داشتن و هر دو ایتالیایی بودن خیلی سریعتر جلو رفت و در ژانویه 2020 در ایبیزا اسپانیا با هم ازدواج میکنن. یه مراسم ساده و محلی. لباس عروس ویتوریا از برند ژاکموز بود و البته یکی از دلایل ساده بودن مراسم هم به کرونا مربوط میشد. ژوئن 2023 این رابطه به طلاق ختم شد. ویتوریا اول توی تیک تاک جدایی رو بدون جزئیات اعلام کرد و گزارش‌ها گفتن فاصله این دو نفر در ازدواج به مرور بیشتر شد، چون هر دو در سفرهای کاری بودن. هم ماتیو دائم در تورها بود و هم ویتوریا دائم در سبک زندگی مدلینگش بود و همین تفاوت و دوری از هم ازدواجشون رو به هم زد. اما بعد از طلاقشون هنوز ارتباط دوستانه‌ای دارن و هیچ وقت رسمی اعلام نکردن که واقعا دلیل طلاق چی بود. تا اینجای داستان هیچ گونه الگوی منفی از خیانت و دعوا گزارش نشده. همه جدایی ها آروم بوده. و اما میرسیم به پرحاشیه ترین رابطه ویتوریا که رابطش با دیکاپریو. در 2023 بود در جشنواره کن واسه فیلم کیلرز آف دی فلاور مون که دیکاپریو و ویتوریا با هم آشنا میشن. رابطهشون عمومی نشد تا ماه اوت 2023 که در سانتا باربارا کالیفرنیا داشتن با هم یه دیت بستنی اجرا میکردن و با هم دیده شدن. در ماه سپتامبر بود که در کلابی در حال بوسیدن در ایبیزا دیده شدن. دیکاپریو گفت بعدها که اون دوست دخترمه و در نوامبر 2023 رسما رابطهشون عمومی شد. رابطهش با دیکاپریو پر از حواشی بود به خاطر قانون 25 دیکاپریو که هر کدوم از دوست دخترش رو توی 25 سالگی پیچونده بود. همه منتظر بودن که این اتفاق واسه ویتوریا هم بیفته، ولی خب این رابطه ادامه پیدا کرده بود و یه جورایی این فرضیه رو ایجاد کرده بود که دیکاپریو تغییر کرده یا این ویتوریاست که دیکاپریو رو تغییر داده. آیا ویتوریا یه دختر استثنائیه یا نه؟ در مارس 2024 بود که به دلیل دیدن حلقه تو دست ویتوریا شایعات نامزدی زیادی مطرح شد که همشون تکذیب شدن. در 2025 دوباره این شایعات ظاهر شد. شاید
باورتون نشه توی این ارتباط، با اینکه هممون به گذشته دیکاپریو کاملا واقفیم و میدونیم که گذشتهش چجوری بوده، خیلی‌ها به گذشته در واقع ویتوریا ایراد گرفتن. خیلی گفتن ویتوریا علاقه جنسی دوگانه داره و رابطش با دیکاپریو یه رابطه‌ای بر پایه ریباند، یعنی میخواد از در واقع رابطه‌ای که با آنیما اومده بیرون خودش رو سرگرم یه رابطه جدید کنه تا اون رو فراموش بکنه. و همزمان واسه دیکاپریو هم کلی حواشی جدید ایجاد کردن. در مصاحبه 2025 با واگ فرانسه گفت دوست دختر کسی که خیلی معروفه بودن خیلی آزاردهنده است، چون هویت خودت گم میشه. جالبه بدونید دیکاپریو با مادر ویتوریا کلی وقت میگذرونه و ویتوریا هم با مادر دیکاپریو حتی توی میلان هم دیده شدن که واسه خیلی‌ها شایعات ازدواج رو تقویت کرد. منابع زیادی ادعا میکنن که دیکاپریو دیوونه ویتوریا شده و این رفت و آمد خانوادگی اون رو تحت تاثیر جدی کردن رابطه هم حتی قرار داده. در عروسی جف بزوس اعلام کرد که دوست نداره تنها هویتی که دنیا اونو باهاش میشناسه دوست دختر کسی بودن یا اکس فلانی بودن باشه. بعضی از رسانه‌ها اعلام کردن دیکاپریو هر وقت در حال دیت با ویتوریاست ماسک میزنه یا کلاه میذاره و خودشو قایم میکنه. انگار دوست داره که انکار کنه یا شرم داره. مثلا در مت‌گالا 2025 وقتی با هم بودن از هم جدا عکس گرفتن. خیلی از مردم که در حلقه نزدیک این زوجن ادعا دارن که لئو و ویتوریا، کلا لئو خیلی ویتوریا رو تحت فشار قرار میده و حتی مخفی اونو نگه میداره و همیشه اونو در حالت انکار نگه میداره و همزمان عده‌ای نزدیک این زوج ادعا میکنن که اتفاقا رابطه بینشون خیلی خوبه و حتی دیکاپریو به جدی کردن رابطه فکر میکنه. ویتوریا حتی اعلام کرد در طی مصاحبه‌ای که رابطش بهش اعتماد به نفس میده و حتی محافظت کننده است. اما یکی از مانع‌های عجیب و بزرگ رابطه‌ای که بین ویتوریا و لئو شاید دیده میشه کیت وینسلت هستش. شاید واسهتون عجیب باشه و با اینکه دیکاپریو همیشه اعلام کرده که رابطش با کیت فقط دوستانه است، واقعا هیچ وقت عاشق هم نبودن و یه رابطه قوی و پلاتونیکه و حتی دیکاپریو بارها در مصاحبه‌ها گفته که ما هیچ وقت عاشق هم نبودیم و راز دوستیمون هم همینه. اما ویتوریا تحت فشاره. ویتوریا 27 ساله ظاهرا مدام در حال رقابت با کیت 50 ساله است، چون دائما دیکاپریو نظر شخصی کیت رو توی هر مسئله مهمی از زندگی شخصیش میپرسه. حتی اگه با دختری آشنا بشه نظر کیت رو در مورد دخترها خیلی جدی میگیره و دوست دختراشو به کیت نشون میده تا بدون اون راجبشون چی فکر میکنه. طبق منابع داستان ویتوریا رو واقعا ناراحت میکنه که دیکاپریو هر بار توی مشکلی اول نظر کیت رو میپرسه و ویتوریا به این نتیجه رسید که شاید واقعا نظر کیت ارزشش بیشتر از نظر ویتوریا باشه. گاهی توی دعواها پیش اومده که دیکاپریو گفته کیت همیشه میگه رابطه باید فلان جور باشه. ظاهرا کیت زیاد با دیکاپریو در تماسه، تکست های طولانی میدن، تماس های تلفنی زیادی دارن و همین باعث شد که شاید ویتوریا یه اولتیماتوم احتمالی به دیکاپریو راجع به کیت بده که کیت باید حضورش کمتر بشه. طبق منابع ویتوریا از رابطهشون و به دوستیشون احترام میذاره، اما همیشه حس میکنه که دومه و مدام مجبوره با نسخه ایدئال کیت که دیکاپریو واسه 25 سال ساخته رقابت کنه. ولی همه اینا در حالیه که حتی کیت لئو رو تشویق میکنه که با ویتوریا ازدواج کنه، چون فکر میکنه ویتوریا تاثیر خیلی مثبتی روی دیکاپریو داشته. یه بار حتی ویتوریا به شدت با لیلی روزدپ دختر جانی دپ درگیر شد و گفت تو اصلا نباید اعتراض کنی، تو یه نپو بیبی کاملی و همیشه همه چیزو آماده داشتی، در حالی که امثال ماها با کلی تلاش به اینجایی که هستیم رسیدیم. پس قدر جایی که هستی رو بدونو. و بعد این پست اینستاگرامی رو حذف کرد، اما این پست خیلی جنجالی شد و خیلی وایرال شد. یه حاشیه‌ای خیلی جذابتری که خیلی فکر کنم دوست دارین بدونین برمیگرده به عروسی جف بزوس که ویتوریا و دیکاپریو حضور پیدا کردن و لباسی که ویتوریا انتخاب کرد یک لباس وینتیج قدیمی از برند دی&جی بود که همون لباسی بود که جیزلی بونشن یعنی اکس معروف دیکاپریو که ظاهرا قلب دیکاپریو رو واسه اولین بار شکسته پوشیده. یعنی سال 2003 جیزلی اون لباس رو توی مت‌گالا پوشید و ویتوریا دقیقاً همون لباس رو انتخاب کرد. این لباس وینتیج بود و خیلی جنجالی شد. مردمم سریع فهمیدن این لباس متعلق به جیزلی بوده و در طول شب این لباس حتی پاره شد. اول یه سوراخ کوچیک داشت و بعد شکاف‌های بزرگ خورد و حاشیه‌های رسانه‌ای این اتفاق خیلی زیاد بود، چون خیلی ادعا کردن این کار ویتوریا نمادین بوده که دوست دختر قبلی دیکاپریو در واقع لباسش رو من پوشیدم، پاره پورش کردم، خرابشم کردم و
بعضیا حتی اومدن گفتن که این کار ویتوریا بدجنسیه، نشونه بدشانسی و بی‌احترامیه، ولی وگ نوشت که با وجود اینکه این لباس وینتیج بود و به خاطر همین شاید پاره پوره شد، اما ارزشش رو داشت چون بهترین لباس مهمونی بود. جالبه که با اینکه خیلی اسمی از ارتباطش بین این ارتباطات رسمی که براتون گفتم نیومده، اما توی یه دیسترک رپر ایتالیایی که اومدن 2 تا رپر هم دیگر تحقیر میکنن، میگه تو بیشتر وقت صرف اپیلاسیون شد تو رابطه با ویتوریا چرتی، که نشون میده یه فلرت و یه دلبری کوتاه هم با این خواننده تونی داشته که قبل از ازدواجش با این دیجی آنیما بوده. تا همین امروز برنامه‌ای واسه ازدواجشون نیست و حتی دایره نزدیک لئو ادعا دارن که لئو علاقه‌ای به ازدواج خیلی نداره و بدون رسمی کردن رابطه حتی خوشحال تره. ویتوریا در افتتاحیه المپیک زمستانی 2026 با لباس سفید جورجیو آرمانی حضور پیدا کرد، پرچم ایتالیا رو بلند کرد و مردم خیلی دوستش داشتن و گفتن چه تصویر رویایی و زیباییه. 26 فوریه ویتوریا با لئو و مادر لئو در موزه لندن دیده شد و جالبه که مثل بقیه سلبریتی ها و کاپل ها هیچ گونه تاییدی نیست که اینا با هم زندگی میکنن و اغلب توی ایونت ها و سفرهای لاکچریه که با هم دیده میشن و زندگی مشترکشون توی یه خونه هم با هم گزارش نشده. لئو معمولا توی الی و ویتوریا بین نیویورک و میلان و الی کلا جابجا میشه. یه شایعه‌ای هم اخیراً وایرال شده که ویتوریا خیلی علاقه به ازدواج داره و اگه دیکاپریو ازدواج رو جدی نگیره امکان داره که ویتوریا ازش جدا بشه. این شایعات از اوایل فوریه 2026 شروع شد و حتی گفته شد ویتوریا ناراحته چون لئو همیشه مادرش اولویتشه، کیت اولویتشه و برای ازدواج و رسمی کردن و جلوتر بردن رابطه شاید تلاشی نمیکنه. دوستان ویتوریا حس میکنن ویتوریا واسه این رابطه دیگه خیلی داره از خود گذشتگی میکنه و هزینه گزافی میده. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما رابطهشون به کجا میرسه و اینکه آیا با هم ازدواج میکنن یا نه؟ و یا اینم یک کیس دیگه است که توی روابط دیکاپریو قراره گم بشه؟ اما با این وجود به نظرم بهتر که به حرف خود ویتوریا احترام بذاریم و فقط خودش رو با تمام موفقیتایی که داره بسنجیم. ویتوریا در حرفه مدلینگش داره میدرخشه و چی از این مهمتر. این هفته اومدم براتون از فشن فکت جدیدی حرف زدم. اگه یادتون باشه گفتم که هر هفته به ویدیوهامون یه حقیقت، یک اطلاعات کوچولو از در واقع دنیای مدلینگ و صنعت مدلینگ اضافه میکنیم که این ویدیوها حتی یکم هم آموزنده باشه واسمون. حالا میخوایم راجع به این حرف بزنیم که اولین فشن شوها چجوری متولد شدن. یه طراح بریتانیایی ملقب به لوسیل که اسم اصلیش لیدی دف گوردن بود، سال 1901 اولین مانکن پاراد رو راه انداخت. یعنی چی؟ یه شوی تئاتری واقعی که توش صحنه، نور، موسیقی و پر از مدل‌های زنده‌ای بود که با پوز هماهنگ و حرفه‌ای راه می‌رفتن. یعنی واسه اولین بار یه همچین چیزی توی تاریخ شکل می‌گرفت. این لحظه تولد یه پرفورمنس هنری بود و مدل‌ها از ابزار نمایش لباس و یه اتفاق خیلی روزمره تبدیل به ستاره و سلبریتی شدن. یعنی صنعت و حرفه مدلینگ امروزه همه موفقیتش و مدیون خانم لیدی دف گوردنه که این شوی هنری رو راه انداخت. حالا بیاین راجع به این زن بیشتر بدونیم. لوسی کریستینا لیدی دف گوردن یکی از پیشگام‌ترین طراحان مد بریتانیایی بود که اولین کسی بود که طراحی‌هاش جهانی شده بود و خونه مد رو توی لندن، پاریس و نیویورک و شیکاگو راه انداخته بود که بهش مزون لوسیل میگفتن. مشتریاش یا ملکه‌ها بودن یا بازیگرا یا اشراف مثل کوین ماری. اون اولین کسی بود بچه‌ها که به لباسهاش اسم و نام احساسی میداد. مثلا اسم یه لباسش رو میذاشت Give me your heart، یعنی قلبتو بهم بده. اون اولین کسی بود که در طراحی لباس زنانه کمربندها رو محدود کرد، به دامنا شکاف داد، یقه ها رو باز میکرد، لباس زیر زنانه رو جذاب و نازک طراحی کرد و واسه اون زمان این کارا فوق‌العاده جسورانه بود. اون مدل‌ها رو بین 17 تا 19 ساله انتخاب میکرد که قد بلند باشن، لاغر باشن و طبق منابع صفت جالبی بچه‌ها واسش انتخاب کرده بود. میگفت ویلویی باشن، یعنی باریک و بلند مثل درخت بید باشن. و این دخترها رو از طریق آشناهاش یا حتی مستقیم توی خیابون‌های لندن پیدا می‌کرد و بهشون آموزش میداد، بهشون درس جذابیت میداد، اینکه چجوری وایسن، چجوری عکس بگیرن و به مدل‌ها نام‌های هنری میداد که وایب هنرمند و ستاره ایجاد کنه. یعنی تمام این ویژگی‌ها رو این آدم وارد صحنه
مدلینگ کرد. مثلا اسم یکی از مدل‌هاش دولورس بود. مدل‌ها رو تبدیل به یه شخصیت‌های خاصی می‌کرد. این مدل‌ها با هماهنگی و نمایشی راه می‌رفتن و گاهی سگ‌های اصیل با قلاده‌های جواهر نشون هم همراهشون بود. هدف لیدی داف گوردن فقط نمایش لباس نبود. اون میخواست احساس و شخصیت رو به همراه اون لباسها در تن که نقش یه ستاره سینما رو روی صحنه داشتن به مشتریانش القا کنه. اون میخواست احساس و شخصیت منتقل کنه، مثل یه فیلم سینمایی که در قالب یه زن فرو کنه و این کار باعث شده بود که مشتریان خاص مثل اشراف، مثل ملکه ها بیشتر بخوان خرید کنن. دوست داشتن اون حال و اون وایب و اون احساس و اون شخصیتی که به اون صحنه ها داده میشه مال خودشون باشه و این لوسیل بود که این حرفه رو تبدیل کرد به یک فعالیت هنری، به یک ستاره سازی، به یک صنعت پولساز و مدل های اون اغلب زن مردان ثروتمند تاریخ می شدن و از همین جا بود که کلن مردهای ثروتمند دنیا و مردان موفق حالا تاریخ و سیاست اغلب می رفتن از مدل ها همسر انتخاب می کردن، چون هنوز این فرهنگ هنوز جاری بود. خب یکی از دلایل اصلیش هم این بود که مردهای ثروتمند و اشرافزاده به این نمایش‌ها دعوت می‌شدن تا این زنان زیبا رو ببینن و به خاطر اون موقعیتی که داخلش بودن در واقع ترغیب می‌شدن یکی از این مدل‌ها رو به عنوان حالا پارتنرشون یا همسرشون انتخاب کنن. زمینه شغلی لوسیل در تئاتر این نوآوری‌ها رو براش پدید آورد که یک مینی شو اجرا کنه و نمایش لباس رو تا این حد متفاوت اجرا کنه. اولین شو رو پس به 1901 میتونیم نسبت بدیم که در مزون لوسیل لندن شامل دعوتنامه‌های حکاکی شده بود و چای که واسه مهمونا این یه حرکت انقلابی بود. یه فکت جذابی میخوام از لوسیل و همسرش سر کوزمو بدونید که اینا از بازمانده‌های تایتانیک هم بودن که خیلی خیلی حواشی داشت. اونا بعد از بروز حادثه توی قایق نجات شماره 1 که شامل 40 ظرفیت بود نجات پیدا کردن. اما بچه‌ها توی این قایق به جای اینکه فقط 40 نفر پرشه فقط 12 نفر وارد این قایق شدن که شامل 5 مسافر و 7 خدمه بود. و بعد از اینکه کشتی غرق شد و کشتی در حال فرو ریختن بود، لوسیل همون لحظه به منشیش گفت که اون لباس خواب زیبام غرق شد و یکی از خدمه ها عصبانی میشه و میگه که خب ما چند ماهمون و زندگیمون رو از دست دادیم و تو راجع به لباس خوابت حرف میزنی. و شوهر لوسیل به خاطر دلجویی به هر خدمه 5 پوند پول میده لباس جدید بخرن، وسیله بخرن، یکم روحیه‌شون تقویت بشه. اما همین اتفاق حاشیه بزرگی براشون آورد و گفتن که کوزمو با این کار رشوه داده، خدمه رو راضی کرده که بر نگردن و مسافرای بیشتری به این شکل نجات پیدا نکردن و قایقی که 40 تا ظرفیت داشت با 12 ظرفیت اونجا رو ترک کرد و بعدها لقب این قایق نجات در واقع شد قایق پول یا میلیونر لایف بوت و شایعه ای ایجاد شد که اینا با پول این قایق نجات خریده شد و خیلی ها نتونستن به این دلیل نجات پیدا کنن. خدمه ها بعدها لو دادن که لوسی توی اون وضعیت وحشتناک نگران لباس خواب منشیش بود، در حالی که این همه آدم مردن و مطبوعات آمریکایی و تبلودهای بریتانیایی شوهر لوسیل رو ترسو و خودخواه خطاب کردن. این حواشی رسانه‌ای تا آخر عمر روی سر کوزمو اثر گذاشت و تا ابد اون رو دل شکسته کرد و با وجود حواشی ولی لوسیل مشتریانش همیشه بهش وفادار موندن و حتی در نامه خصوصی نوشته بود که انگار این ما بودیم که اشتباه کردیم و توی این قایق نجات پیدا کردیم. خلاصه نشون میده که خیلی تحت فشار بودن. اما پایان لوسیل بچه‌ها با وجود این اسمی که در تاریخ برای خودش به هم زده متاسفانه پایان خیلی سخت و تلخی بود. توی خونه سالمندان تک و تنها بر اثر سرطان سینه، یعنی از عوارض سرطان سینه ذات‌الریه در لندن میمیره، جونش رو از دست میده و 4 سال بعد از مرگ همسرش این اتفاق واسش میفته. کسب و کارش با اون همه هنر و خلاقیت و نوآوری و این ستاره سازی که از صنعت مد الان میبینیم همه مدیون اونه، بعد جنگ جهانی اول سقوط کرد و در واقع در یک فقر نسبی درگذشت و هیچ کس هیچ وقت یادش نبود که شاید قبلا یکی از ثروتمندترین طراحانی بود که یک میراث تا به امروز به جای گذاشته که الان فشن شوها که هر چقدر دارن خوب برگزار میشن و تا به امروز باقی هستن میراث اونن. شما راجع به فشن فکت این هفته چی بود و دوست دارین این فشن فکت ها رو ادامه بدیم یا نه؟ توی کامنت ها حتما واسم بنویسین و حال خوب خودتون رو کامنت کنین. تا یه ویدیو دیگه، یه پرونده دیگه با من آقا.